این عضله وسیعی که ملاحظه می‌کنید اسمش تراپزیوس و یا زوزنقه است که به 3 قسمت بالایی، میانی و پایینی تقسیم شده و این حرکت بسیار ساده‌ای که ملاحظه می‌کنید اسمش elevation و یا بالا کشیدن کتف هاست که با انجام این حرکت بسیار ساده میتونید دردها و خستگی‌های ناحیه گردنی و بالای قسمت پشتی رو بهبود بدید. عضله زوزنقه و یا تراپزیوس که از لیگامنت پس گردنی شروع میشه، زوائد شوکی مهره‌های گردنی و مهره‌های پشتی رو در بر میگیره و به کتف چسبندگی داره. عملهای متفاوتی داره، از جمله نزدیک کردن کتف‌ها به همدیگه ریترکشن و یا اداکشن، بالا کشیدن کتف‌ها elevation و upward rotation یا چرخش بالایی لبه پایینی کتف و دپرشن یا پایین کشیدن کتف ها و در نهایت به عقب کشیدن گردن یا باز شدن گردن.